شاگردای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین، در حال باشین. در جلسه قبلی ما و شما درباره طاقت گپ زدیم، طاقت را تشریح کردیم، ارائه به طاقت و ساده‌سازی طاقت کار کردیم. امروز عنوان ما و شما میشه بخیر قوانین طاقت. قرار است که قوانین طاقت را بخوانیم. میپردازیم به قانون اول طاقت. قانون اول طاقت برای ما چی میگه؟ قانون اول طاقت برای ما بیان میکنه که هرگاه در حالت ضرب، در حالت چی ضرب، قاعده ها مساوی و نموها مختلف باشد. از قاعده های مساویت گرفتن نموها یا توانها را با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم. گپ چی است که قاعده مساوی باشه؟ بیا که بریم خوبتر بفهمیم. اینجا اگر ما داشته باشم A ضرب A، این قسمت اگر نمای زی باشه M، از این باشه M، از این باشه P. اینجا آل ما قاعده های مساوی است، فقط چیزی که مختلف از دیگه چی است؟ نماس یا توان است. بر از این کار چی میکنیم؟ حالت ضرب باشه یک دانه قاعده را میگیریم، از قاعده های مساوی یک قاعده را میگیریم، توانهاش با هم جمع میکنیم، میگیم M جمع P. اتو پیش میریم براش. مثال اول براش نوشته میکنیم. مثال اول داریم، اگر داشته باشیم که 2 به توان 3 ضرب 2 به توان 4 ضرب 2 به توان 5. اینجا ببینید قاعده ها تمامش مساوی است، تفاوتی که از نماها فرق داره. برای از اینجا اگر متوجه باشین اینجا 2 به حیث A آمده، مثل A آمده، زای که A قاعده ها مساوی بود، حالت ضرب. اینجا قاعده ها مساوی است، 2 کنش فرض میکنیم A آمده. اینجا سعی کنیم نمای ما را به جای N 3 آمده، به جای M 4 آمده و به جای P 5 آمده. دیگه این اون چیز رو زمون پیروی میکنه. پس میریم برای سازی از این قاعده مساوی یک دانه رو میگیریم، توانهاش با هم جمع میکنیم، 3 جمع 4 جمع 5. در نتیجه اینجا متوجه باشید MN P جمعش کردیم. نه قاعده ها مساوی نما مختلف است. حالا میگیم 2 به توان 3 جمع 4 7 جمع 5 میشه 12. جواب ما میشه که 2 به توان 12. ببینیم شاگردای عزیز، اینجا حالت ضرب باید باشه. ما برای حالت جمع تفریق روش طریقه دیگه داریم. حالت ضرب کار میکنیم. مثال دوم متوجه باشین. اگر داشته باشیم که 3 به توان 2 ضرب 3 به توان 5 ضرب 3 به توان منفی 4. اگر به این استراکچر یا به این شکل داشته باشیم، باز برای ازی ما میبینیم که قاعده مساوی است، حالت ضرب است. نکته مهم کسیجا برای ازیجا باز ما از قاعده مساوی یک دانه میگیریم، n یک دانه 3 گرفتیم، نما را جمع میکنیم، 2 جمع 5 جمع اینجا متوجه باشید. این نکته را متوجه باشید که اینجا عدد منفی آمده، پس اینجا منفی 4 نوشته میگیم که در نتیجه از اینجا میشه 3 به توان 2 جمع 5 خودش مثبت ضرب منفی میشه 4. از اینجا که این را ساده کنیم میشه 3 به توان 2 جمع 5 7. از 7 که 4 برن میمانه 3. الان هم از عدد بزرگ میگیریم. میفهمید در جلسه قبلی خوانده بودیم. خوب، بسیار خوب. این شد از قانون اول. میریم به قانون دوم طاقت. قانون دوم طاقت برای ما به این شکل بیان میکنه. میگه هرگاه در حالت ضرب توان مساوی و قاعده ها مختلف باشد، برعکس از این توانش مساوی باشه میگه قاعده هاش مختلف باشد، باز در صورت از نماها یا توانهای مساوی یکی رو میگیریم، قاعده ها را با هم ضرب میکنیم. اینجا کار میکنم براتون. این امی قسمت ببینیم. اینا میریم برای قانون دومش. این میگه اگر داشته باشیم که A به توان N ضرب B به توان N ضرب C به توان N. اینجا متوجه باشین چی مساوی است؟ نماها، توانها، قاعده ها مختلف. برعکس قانون اول
چیکار میکنیم؟ از نمای مساوی یکی میگیریم، قاعده ها رو با هم ضرب میکنیم. A ضرب B ضرب C کل به توان N. چقدر ساده است؟ ساده است نه احمد جان؟ حالا کار میکنیم برش یک مثال. ببینیم یک مثال ساده برش کار کنیم. اگر داشته باشیم که 2 به توان 3 ضرب 4 به توان 3 ضرب 10 به توان 3. در این قسمت چی مساوی است؟ نما مساوی است. نه آفرین. اینجا ببین کلش n مثل 3 آمده. سه n 3 n ببینید کلش 3 n آمده. تمام مساوی. اینجا کو ای به حیث b یا a آمده، ای به حیث b و ای هم به حیث c. حالا خیلی از ما قانون داشتیم نه؟ اندمای مساوی یکی میگرفتیم تمام را ضرب میکردیم. آفرین شما زنده باشین. از اینجا خیلی حالا میپردازیم. 2 ضرب 4 ضرب 10 کل به توان چند؟ 3. آفرین از توانای مساوی یکی میگیریم. در نتیجه حاصل ما میشه 2 ضرب 4 8. 8 ضرب 10 80 کل به توان 3. اینی میشه جواب نهایی ما. خب میریم به مثال بعدی. اگر داشته باشیم که از قانون دو مطابق، اگر داشته باشیم که فرض مثال 3 به توان 2 ضرب 4 به توان 2 ضرب 5 به توان 2 باز هم میبینیم نه توانای مساوی قاعده مختلف است. چی میکنیم؟ از توانای مساوی یکی میگیریم، قاعده را ضرب میکنیم. همین کار پیش میبریم. 3 ضرب 4 ضرب 5 کل به توان از این موقع که مساوی یک دانش میگیریم. آفرین. از این نمای مساوی این یکی چه گرفتیم؟ ضرب کو 3 ضرب 4 12 5 ضرب 12 میشه 60 کل به نمای 2 چی میشه که جواب نهایی ما شما میشه. این بود از قانون دو مطابقت. قانون سه مطابقت بر ما چی بیان میکنه؟ قانون سه مطابقت میگه هرگاه در حالت ضرب هم توانا و هم قاعده مختلف باشه. چی باشه؟ هم توانا مختلف باشه، هم قاعده مختلف باشه. باز میگه هر قاعده رو میگیری و توانش رفع میکنی. حالا ببینیم کار میکنیم. این از قانون سوم میشه. اگر داشته باشم a به توان n ضرب b به توان n به این شکل نه؟ هم قاعده مختلف شد، هم توانا با هم مختلف شد. حالا تو باید هر قاعده را به توانش رفع کنی. به چه شکل؟ اتیا کار میکنیم. عزیزان a را میگیری a ضرب a نقطه الا ضرب a. ای را باید چقدر مساوی کنم؟ n تایمز یا n مرتبه. بسیار خوب. و ضرب اینجا رو متوجه باشید. b را به اندازه توانش اینجا m است، m مرتبه در نفسش ضرب میکنم. نه؟ خیلی میگم که b ضرب b اما قسم ضرب b. ای بیا چند دفعه ضرب بخورن نظر و توان نمایش n مرتبه این هم این چقدر شد؟ m مرتبه ضرب شد. نه؟ حالا بریم برش یک مثال که ساده کار میکنیم. اگر داشته باشیم که فرض مثال 2 به توان 3 ضرب 3 به توان 2 این اگر به این شکل داشته باشیم هم قاعده ها مختلف است و هم توان ها مختلف است. آفرین. حالا میریم هر قاعده را به توانش رفع میکنیم. این را دو را نوشته میکنیم 2 ضرب 2 ضرب 2 این نظر به توانش ضرب 3 ضرب 3. از اینجا کی را ساده کنیم نه میشه 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 3 ضرب 3 9. از اینجا در نتیجه 8 ضرب 9 72 میشه. بسیار خوب. فهمیدید انشالله؟ درست. خوب. این شد از قانون سوم مطابقت. میریم به قانون چهارم.
اما تو کار کنین دیگه مسائل هم از همراه خودتان کار کنین میفهمین ان شاء الله. کتاب هم زیاد مسائل درش کار شده دیگهشون کار کنین میفهمین. بریم به قانون چهارم طاقت. قانون چهارم طاقت در حالت تقسیم بر ما بیان میکنه. این میگه پس ولی حالت تقسیم است. ببین قانون چهارم طاقت قانون چهارم میگه که ارگاه در حالت تقسیم ضرب نی قاعده ها مساوی و توان ها مختلف باشند. از قاعده مساوی یکی رو میگیریم، از توان صورت توان مخرج را تفریق میکنیم. باریکی کش از توان صورت توان مخرج را تفریق میکنیم. ببینید اگر داشته باشیم که A به توان M تقسیم A به توان M حالت تقسیم است. قاعده مساوی است، نماها فرق دارد توانا. در این صورت اگر قسم داشتیم در حالت تقسیم باز از قاعده مساوی یکی میگیریم، از توان صورت میاییم تفریق میکنیم چی را؟ توان مخرج را. به این شکل ساده است نه؟ ببینید که مثال باش کار کنیم. مثال که اولش اگر داشته باشیم که فرض مثال 3 به توان 5 بر 3 به توان فرض مثال 4 این جزایی که قاعده مساوی است ولی توانات مختلف است. حالت تقسیم بجای این جمع 3 آمده، بجای این جمع 3 آمده، بجای n 5 بجای n 4. حالا چی میکنیم؟ از قاعده مساوی یکش میگیریم، از توان صورت تفریق میکنیم توان چی را؟ مخرج را. در نتیجه جواب میشه که 3 به توان از 5 4 برای 1 که جواب ما میشه 3. آسان است نه؟ سعی مثال بعدیش کار میکنم. اگر داشته باشیم که فرض مثال 4 به توان 3 بر 4 به توان منفی 2 اینجا رو متوجه باشید. صحیح؟ حالا قاعده مساوی است. از این قاعده مساوی یکی میگیرم، از توان صورت گفته بودیم توان مخرج را تفریق میکنیم. اینجا یک منفی خود ازی داره. این که بالا نه یک منفی خودش داره، یکی ما منفی میگیریم، نه یکی این منفی از عملیه، یک منفی هم خود از این منفی دوست که در نتیجه میشه که 4 به توان 3 منفی ضرب منفی مثبت که ما شما در عملیات چهارگانه بالای اعداد در جبری در ضرب اعداد در جبری ضرب علامه ها را خوانده بودیم، میشه که مثبت 2. در نتیجه جواب ما میشه 4 به توان 3 جمع 2 5. آفرین. فهمیده شد انشالله؟ خب بسیار خوب. در اینجا جلسه را توقف میتیم، برای امروز کفایت میکنیم شاگرد عزیز. انشالله رحمان جلسه بعدی خدا باز بخیر از قانون پنجم طاقت آغاز میکنیم. برای امروز هم قدر کفایت میکنه. اگر میخواستید دوستان عزیز که به خاطر تماشای ویدیوهای بیشتر ما باشین، لطف کرده چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. بیاین ما در خدمتتان هستیم، هر مشکلی بود انشالله براتون حل میکنیم. سلسله دروس ریاضیات از طاقت ها شروع کردیم انشالله، همه قسم تا اخیرتان انتگرال ها پیش میبریم. مبحث فیزیکتان از فیزیکتان هم صنفش انشالله آغاز خواهد شد، همه قسم صنف کیمیایتان هم آغاز خواهد شد. و در اخیر نمانه محصلین عزیز که مشکل دارن در کتاب های درسی خود میتونن ساعت 9 صبح و پانتول کابل مراجعه کنن و حل مشکلات که دارن در مضامین خود برایتان انشالله به شکل ساده و تحلیلی تر انشالله کار خواهد کردیم. و سلام.